مثال دادرمان را به کار میگیریم که اون نمیداند خرید چیست و یا درباره مارکتینگ تصورات ندارد، ولی ما میگوییم که خرید میگیری. تا او 4-5 سال یاد میگیرد که ما حصه بازار را گم میکنیم. رقیب قوی تر میگردد. بیزنس مثل شاهمات است. بیزنس مانند شاهمات است. میفهمید؟ در تخته شاهمات نه تنها شما بلکه دیگران نیز میگردند. هست عمل شما و باز هست عملی رقیبی شما. عملی رقیبی شما. رقابت هست. در نتیجه رقابت بازار تغییر می‌یابد. پول به قرب می‌شود. هر چی شدنش ممکن. در این میدان تنها شما بازی نمی‌کنید. از این رو مهمش در شاهمات عمل شماست. از رقیب یک قدم پیش گذشتن و راه‌های کلان او را بستن. من درباره چی گپ میزنم میفهمید؟ بله. انا همین مهم است و مثل بیزنس است. وگرنه شما جدی بای میدهید. سخت بای میدهید. انا همین خیل است. بیزنسمن هایی که راه‌های نوی پیشبردی بیزنس را آموختن میخواند. من میبینم که هر کدام در هر گونه ترینینگ ها اشتراک میکنند. گاه در یگان وبینار اشتراک میکنند. اما از سببی آنکه یگان خیل متدولوژیا نیست، یگان خیل پای در پای نیست، آنها شروع شوق دارند. باید چیزی را عوض کرد. خواهش است، کوشش است. خواهش هست، اما بسیاری ها این خواهش ها را در عمل تطبیق کردن نمیتوانند. بله. چیکار باید کرد؟ میتوانید پی هم نقل کنید که از چی باید سر کرد و با چی به انجام رساند. میدونید این چگونه است؟ شما خیلی خوب قید کردید. خیلی خوب. این چگونه است؟ بعضی چیزها را بیزنسمن خودش کم کم میفهمد. با تجربه های خودش در کجای کتاب خواند، چیزی را فهمید، در کجای گپی کسی را گوش کرد، در ترینینگ و یا وبینار، در سر اون معلومات زیادی هست که به سیستم ندر آمدن. این مثل چیست؟ شما یک قسم احتیاطی چرخبال، یک قسم احتیاطی ژیگولی، یک قسم احتیاطی مسکویچ و یا مرسدس را دارید. بسیار چیزها را دارید، اما همه‌شان بی‌فایده‌اند. سیرش نه در جزئیات است بلکه در کار همبستگی این جزئیات است. چون که بیزنس سیستم است. بیزنس مثل ارگانیسم انسان است. ارگانیسم انسان را بینید. اگر یک عضو از کار ماند، کس از پا میافتد. هرچند احتمال 90% دیگر عضوها سالمند. بیزنس به همین مانند است. اگر یک حلقه کنده شود، در حال تاثیر آن جدا مشاهده می شود. برای همین آنچه که شما گفتید حالا درد اکثر جامعه هاست. این مشکلی جدی است. برای آنکه خود کس این همه را به سیستم درآوردن نمیتواند. هرچند این از نبودنش دیده بهتر است. من این را توصیه میدهم. ولی به هر حال این هست. به از نبودن، چون که او میتواند از 10 اندیشه و یا 100 مصلحت ها 1-2 تایش را استفاده برد و کم کم پیش رود. رشد یابد. این از نکردن بهتر است. مثال خواندن از نخواندن بهتر است. با ترینینگ رفتن از نرفتن بهتر است. اما این میتواند نتیجه باز هم بیشتر دهد اگر درست عملی کرده شود. برای همین همیشه به آدمان توصیه میدهم از یک استاد درس گیر، همچنان از یک دکتر طبابت گیر. در یک وقت از 2-3 دکتر طبابت گرفته مردن ممکن. این خیلی خطرناک است. واقعا خطرناک است. از یک دکتر طبابت گیر، بعداً آنالیز سپار، نتیجه را بین. اگر خوب نباشد پیش دیگر دکتر برو. اما اگر در یک وقت با توصیه 3 دکتر داروها را بخوری، این خیلی ضرر آور و حتی خطرناک است. این را از دلخواه دکتر پرسیدن ممکن. کس میتواند بمیرد. آن عیناً مثل همین است. برای همین چیکار کردن در کار؟ بهترش یک استاد انتخاب کردن در کار. من چنین توصیه میدهم. من به آدمانم چنین میآموزانم. حالا سیستم ما 49 میلیونر دلار را تربیت نموده است. احتمال 7 یا 9 کسشان وقتی به شاگردی آمدند الکی میلیونر بودند، اما 40 کس دیگر انیق با شرافت سیستم ما میلیونر شدند. مرا هم به شاگردی قبول کنید، من 50 میشوم ان شاء الله. ولی شما باید کوشش کنید. ما هر ماه 1-2 میلیونر را آماده میکنیم، چون که این نتیجه 7 سال است، نه یک روز. حالا سال 7 است. نتیجه 7 سال. شاگردانم موفق میشوند. عین زمان تخمینا 350 کس شاگردان فردی منند و من بیزنسی هر کدام آنها را به قسم‌ها جدا نموده تحلیل کردم. هر یک جزءش را آموختم. میفهمید؟ هر یک جریان بیزنس را خوب حل و فصل کردم. سیستم حسابات، بودجه، لوجستیک، این همه را از داخل خوب میدانم، چون که من با شاگردانم میشینم و میبینم که نقطه انکشاف در کجاست. نشاندادهای معینی کلیدی را مییابم که طبق آن اداره کردن آسان‌تر است. شما ماشین میرانید و همگی 5 یا 6 عامل کامیابی دارید. کدام ها؟ پدال، لوحه اداره کنی پیش که در آن شما همه را میبینید، بنزین، فشار، محرک و غیره، سکار است، ترمز،
پاوراتنیک رول، شما این عامل‌های کلیدی کامیابی را زیر می‌کنید یا استفاده می‌برید و ماشین از نقطه A به نقطه B می‌رود. گاه سوست، گاه زود، وابسته به شما. وقتی خطر را بینید، سرعت را پست می‌کنید. وقتی خطر نباشد، گاز را زیر می‌کنید. بیزنس به همین مانند است. وقتی حالت‌های بحرانی را می‌بینید، باید احتیاطکار باشید. در راه یخبسته احتیاطکارانه راندن در کار. در پسخمی‌ها، راه‌های یخین، گردش‌ها احتیاطکارانه راندن در کار. باز دانستن در کار که در کجا باید گاز را زیر کنی. وقتی ببینی که بازار انکشاف یابنده است، تو باید گاز را زیر کنی تا که زودتر حصه بازار را فرا گیری. این خیلی مهم است. بیزنس عیناً مثل همین است. شما ماشین میرانید، به همین مانند است. اما دانستن در کار که کدام عامل‌های کلیدی موفقیت را زیر کردن در کار و چطور و کی، این خیلی مهم است. همه باید به هم موافق باشد. به همین مانند است. از این رو من توصیه می‌دهم به خود استاد خوب بیابید و در یک سیستم خوانید. و بعد از این استاد پرسید که باید چطور کار را دوام دهید. او خودش توصیه می‌دهد که باید چی کار کنید. انا همین خیلی انکشاف یافتن در کار. من به شاگردانم همین خیلی یاد دادم. وقتی به شاگردی میگیرم میگویم تا درس‌های مرا به انجام نرسانی دیگر به هر جا نرو. ناممکن است که سحر مسلمان، نصف روزی مسیحی و شام یهودی باشی و منتظر شوی که مقدس میگردی. این غیر واقعی است. بیا این خیلی نصیحت میکنیم. یا درس‌های مرا خوان یا به هر جایی که خواهی رو. وگرنه در سرت دانش سیستماوی پیدا نمی‌شود. تو باید اسلوب داشته باشی، الگوریتم داشته باشی. با من هم فکرید؟ بله. باید الگوریتمی قدم ها باشد، قدم های پی در پی. و اکثر شاگردانم این را میفهمند. وگرنه فرانکینشتین میشود. نافهما میشود. از قسم های گوناگون. بله و آن ناموافقت. سیستم کار نمی کند. زیرا من دیدم که دلخواه بیزنس ترینینگ یا دلخواه تجربه این کس، تجربه آن کس به هم موافق نمی آید. 30% انیق به هم زید می آید. اگر یگان قسمتش موافقت کند 30% به هم زید می آید. به شبهه چنین است و این کس را انیق ره گم می کند. سپس برایش وزنین می شود، خیلی دشوار می شود. نگاه کنید، شما همچون انسانی که خود قربانی قلابان گشته اید، یعنی برای این شما عذاب‌های بسیاری کشیده اید، مجبور شده اید که پرداختی زیاد کنید. سال‌های زیادی عمرتان 6 سال عمرتان صرف شده است. شاید عصب‌هایتان خراب گشته است، سلامتیتان کاسته گشته است و عین حال در ازبکستان همچنین ترسو هستند که بعضی بیزنس ترینرها، بیزنس کنسولتانت‌ها که دانش‌های پروفسیونالی ندارند، تجربه کافی ندارند، چه خیل بیزنسی دیگران را انکشاف داده میتوانند و آدمان از باور کردن به کسی میترسند تا شخصی را به استادی قبول کنند، طوری که شما گفتید، و هر یک گفته آن استاد را اجرا کنند. بعضا میترسند که شاید آن استاد ناحق باشد، شاید او قلاب باشد، شاید خودش نمیداند. شما چی مصلحت میدهید؟ چی طور استاد پروفسیونالی بیزنس را از استادان قلبکی فرق کردن ممکن است؟ فهمم. بله، 3 نشانداد هست. من میگویم که شاید بیش از 3 نشانداد. حتی بیزنس کنسولتانت عادی میتواند بیزنس نداشته باشد. این هیچ بدی ندارد. بانک‌ها پر از کنسولتانت هاست. آنها میلیاردها دلار را اداره میکنند. میفهمید؟ مگر آنها قلابند؟ نه. شرکت‌های کنسالتینگ پرند، شرکت‌های مشورتی جهانی. آنها تماماً بیزنس خود را ندارند. همه کارمندان آنجا بیزنس ندارند. بانکرها پرند، میلیون و میلیاردها را اداره می‌کنند. پول دولت، پول مردم را. آدمان زیاد پولشان را در بانک نگاه می‌دارند. آنها پول مردم را اداره می‌کنند. چی همه آنها خلابند مگر؟ من چنین می‌شمارم که این ایدئولوژی نادرست است که در سر برخی آدمان هست. حالا یک چند چیزهای مهم را می‌فهمانم. شرط نیست که انسان بیزنس خود را داشته باشد و آنگاه از او آموزی. دکتر شرط نیست که بیمار شود، مثلا دیابت قند یا سرطان شود تا که بعد دیگران را از سرطان تبابت کند. این فلسفه نادرست است و ایدئولوژی نادرست است. هر یک استادی که به کیهانورد درس می‌دهد شرط نیست که کیهانورد باشد تا به دیگران درس دهد. این فکری نادرست است. این گپ‌ها دوام 2 سال آخر پیدا شدند. خیر به دانشگاه‌ها روید و از پروفسوران پرسید خوش مگر خودت همین گونه بودی؟ مگر تو میلیونر شدی؟ پس چطور میتوانی به من اقتصادیات را آموزانی؟ میدونید اگر ما از اول همین گونه ایدئولوژی می‌داشتیم دانشگاه‌ها وجود نمی‌داشتند و اقتصادیات کشور اینقدر بالا نمی‌رفت. تماماً این فکری نادرست است و وقتهای آخر پیدا شده است. برای آن که بعضی بیزنسمن ها سپیکر شدند و ترغیب کردند که تنها از تجربه داران درس گیرید، یعنی از ما، و بعداً این ایدئولوژی پیدا شده است. پیش از این نبود. میفهمید؟ من 23 سال باز در بازار ترینینگ ها هستم.